بله. یکی از عزیزانی که فعلا وصل هستند با ما جناب برادر بزرگوار آقای سلیمان دولتوف هستند. ایشون یکی از تاجران ملی تاجیکستان بودن که متاسفانه امروز مهاجر هستند به خاطر ظلم و ستمی که بر ایشان و بر دیگر عزیزان تاجیک روا داشته شده. جناب استاد سلیمان، اگر صدای من رو میشنوید، عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم خدمت شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. استاد انصاری بفرمایید. برادران فرزبان سلامت باشید. حضرت استاد، منبر در خدمت شماست و ما میشنویم درد دلهای شما را. خوب، منبر که در اختیار ما باشد، ما بر تمام ملت تاجیکستان سلامی خود میرسانیم. ما از روی سخنهای حق امروز در اینترپول قرار گرفتیم از طرف حکومت دولت تاجیکستان، زیرا که ما مسلمان هستیم، زیرا که ذره ایمان در وجود ما قرار نداد که ما خاموش بستیم. امروز در FMS، در پلیس، در میگراسیون سلوژبه در روسیه میبینیم که مردم تاجیکستان زیر عذاب و زیر مشقت قرار دارند. زیرا که 2014 بود من در سپیسپریومی سن پتربورگ رفته بودم، بسیاری از مادرها در اینجا گریه میکردن، همچون خیرات بردم برای اونها تسلیم کردم. از 400-500 تاجیک در اونجا بودن، در نزد ما گریه میکردند، خیرات میکردند، میگفتند حتی کانسولگری اینها تلفن‌های ما را نمیبردارد. آیا این حکومت حقوق مردم شهروندان خود در روسیه و در دیگر یا پایمال کرده است؟ از خدا نمی ترسد، از الله نمی ترسد. امروز مردم تاجیک عذاب دارد، مشقت دارد، از استرایک ها می غلطد. حتی ما عمری وسیع نداریم، ما 29 ساله هستیم، حتی مارگا می رفتیم. مردم تاجیکستان چی کار می کردیم؟ کفن می کردیم و طرف تاجیکستان روان می کردیم. آیا جوانهای یاشه فقط در اینجا هلاک می شود؟ ملت تاجیک امروز مرده است. برای ملت تاجیک امروز یک حکومت نمیتواند که ملت خودش در تاجیکستان کار بتید، اما فقط ملت او در بدر گشت ایستاده است. آیا اگر که حق در بالای این حکومت گردنی دیگر در اینترپول در دیگر جاها برده رساندن نگیرد؟ و من در اینترپول وقت در اینترپول بودم، از شهر روسیه سفر به شهر اروپا کردم، مرا در شهر فنلاندیا باز داشتند و 35 روز من داخل او زندان بودم. نه که الحمدلله با توفیل پروردگار مرا داخل تاجیکستان تسلیم نکردند. برای چی؟ برای حقگویی. این چگونه حکومت است؟ مردمش میکشد. امروز تاجیک کش هستیم، مردم تاجیکستان امروز نیست نابود میکند. زن در شهر توز بازار بنیاد کرد، امروز بازاری او را نیست نابود کردنی گرفتنی هستند. اما ایزد به ناموس نمیخواد که فرزنداش در روسیه رفته کار کند و در زیر مردمی روسیه زیر ظلم ظالمی قرار بگیرد. امروز مردم تاجیکستان میخواهند در تاجیکستان خود تجارت کنند، اما این اولادی خونخوار، این حکومتی خونخوار نمیگذارد که مردم تاجیکستان کار کند در تاجیکستان. این زنه که صنوبر در شهری توس که یک بازار بنیاد کرده بود، شاید 400-500 آدم در زیر دست او کار میکرد، همین بازار هم از دست او کشیده گرفتن است. رئیس جمهور جناب عالی میگه گجار تماشا میکند، امنیت ملی گجار تماشا میکند، KGB و MVD گجار تماشا میکند. امروز ملت بخاری برده ایستادند، امروز ملت هلاک شده ایستاده است، امروز ملت از تاجیکستان فرار کرده ایستاده است. این چگونه ملت است؟ این چگونه امنیت است؟ امنیت تاجیکستان فقط برای ظلم و ظالمی کردن. سخن حق نمیشنوید. جای دموکراسی شما در روی پوتین هم گپ میزنند، در روی ابام هم گپ میزنند، در روی دیگر گپ میزنند، اما اونها تعامل میکنند، دموکراسی میگن.
امروز جناب عالی نگو که جناب عالی که در عوض جناب عالی یک سخن گفت که 17 سال 20 سال ترمت میکنه. این نشانه مسلمانداری است، این نشانه مؤمنداری است. علمای حق گورگ ایجاد کرده، همه اینها دهناشان زباناشان بسته شده است. نه ایشانی نوردین گپ میزند، نه حاجی میرزاش گپ میزند، نه داملا عبدالرحیمش گپ میزند. همه اینها را نیست و نابود کرده. این قدام ملایی که از خدا نمیترسی بالای منبر که محاربه به شیطان بکند، امروز محاربه به شیطان ندارد، امروز محاربه به خدا و به رسول دارد. آیا از خدا نمیترسه؟ آیا این ملت تاجیک مرده ساده است؟ شما حالی هم جناب عالی میگید. آیا این ملت تاجیک بر فنهستی در میگراتان سروش و هلاک شده سادن؟ حتی کارگرای همون اخرانهای فنهست تاجیک ملت رو کوب میکنن، مانند حیوان کردین تاجیکا را. شما گیجا را نگاه میکنید یا فقط در کرسی ها میشینه پروا نمیکنید؟ از ملت تاجیک خبردار شوید. او چرا امروز بچه جناب عالی در بهترینی ماشین ها سوار نشده است؟ امروز ملت تاجیک به خواری رفته ساده است، مظلوم شده ساده است. امروز چگونه به حکومت هستی؟ چرا در پای بچه جناب عالی گر خواره بخرد جناب عالی را خواب نمیبرد؟ امروز ملت وقتی که پدری ملت خوش میگیرد، ما که فرزندای تاجیکستان هستیم، خوش اگر که پدری ملت بگیرد، چرا فرزندی خودش این تاجیک فرزندی او است؟ اگر نه چرا به پاچه ملت خار میخرد و شما از ملت خبردار نیستید و پروای ملت نداره؟ ای مادرای عزیز، ای مردم تاجیکستان، ای شخصایی که در تاجیکستان ندای منو میشنوید، یقینا دانید فرزندای شما خار شده ساده است، فرزندای شما هلاک شده ساده است، فرزندای شما نابود شده ساده است. فرزندی تو امروز میگه مادرم خسته نباشد، گفته ساده است مادری عزیز من خوب هستم، نه که حالی او خوب نیست. فرزندی تو را تهمت میکنند، همچون پلیتیا از ره میقبن آدم، تاجیکا را میقبن، دیگر مرای رزولت دادن، میگه که مرا حقارت کردن و دشنام کردن. 3 روز 4 روز در داخل اون حبس خانش در روسیه محکم میکنن و 20,000 30,000 متری که دپارتات نکنن از اونجا بیرون میکنن. تهمت به تمامی فرزندای شما میزنن. امروز فرزندای شما عذاب دارن، مشقت دارن. ببین که روز 9 می چگونه این شخصی یک تاجیکه که هلاک کردن در روسیه، سرش بریدن، دستش بریدن. اون فرزندای شما هلاک شدن، مرده شدن. آیا که یقینا دانید که من 1 ینور 2 جسدی بیجانی از شهر 5 روان کردم به شهری، از شهر روسیه به شهر تاجیکستان روان کردم. اونا نه زن گرفتند، یک فرزندی داشتن، امک پیسر بودن. نیکی زن او انتظار است که شوهر ما از روسیه می آید، فرزندی او انتظار است که پدری ما از روسیه می آید، پدر و مادر انتظار است که بچه ما در روسیه می آید. نیکی معلسات در داخل گراب جسدی بیجان از گلو تا پیشناف بریده این طرف تاجیکستان روان میکنند. فرزندی او یتیم، زنی او بیوه، پدر و مادری او خونشار گریه میکند، اشک میریزد، ناله میکند. برادرای عزیز گرامی، ای ملت تاجیک، شما زنده باشید، شما ترس از دل خود بیرون کنید، خیزه ندا کنید. چرا امروز حکومت بیرق کلان میزند؟ در جای او 30 میلیون دلار ده یک زواد روی کند نمیشود. چرا چایخانه کلان روی میکند؟ در جای چایخانه یک زواد روی کند که مردم مهاجرش از روسیه سال به سال کم کند. این بهتر نیست؟ به نظر شما کی داره راست میگه در اینجا؟ ملت تاجیکستان یا حکومت تاجیکستان؟ برادر عزیز گرامی، امروز که وقتی که شما مشاهدی میشین، شاهدی حال میشید که تمام ملت تاجیک میبراید در اینجا عرض داد خود بیان میکنه و تمام ملت تاجیک امروز دروغگو است در برای این حکومت، برای این شورای علما و برای دیگر. اینها جنگ به پروردگار قرار دادیان.
2011 سال بودیم که مسجد محمدی به نام ایشان نوردین، یکی از علماهایی که از سال 70 و 80 اونها دعوتی بر اسلام میکردن، مسجدهای اینها را محکم کردن. آیا این شورای علما از خدا نمیترسه؟ از الله نمیترسه؟ آیا که این حکومتدارا از الله نمیترسه؟ آیا این حکومتدارا فرزند ندارند؟ آیا که یک جوانی که به نام امید صالح وقتی که در حبسخانه تاجیکستان ترمش کردند، آیا یقینا دانه که شما فرزند نداره؟ شما امروز مردم بیچاره را برای سخن حقگویی میگیره میبری محکم میکنید. شما رفته در بالای دیوانهای ملایم نرمتان، در خانه هاتان استراحت میکنید در پیش فرزنداتان. اون جوانی تاجیک در داخل حبسخانه ها، به خدا قسم و الیه المصیر، بازگشت همه شما به سوی پروردگار است. خواه شورای علما باشد، خواه کمیته دین باشد، کدامی باشد نباشد، همه شما به پیشگاه خدا می روید. چگونه ای که این جوانا از روسیه دست و پا بسته می شود و به شهر تاجیکستان و در خاک تاجیکستان دفن کرده می شود. شما را یقینا دارید ای حکومت دارا، ای ملت تاجیک، ای کسانی که امروز به ظلم و ظالمی دست زده ساده، شما هم پیشگاه خدا مانند این جوانا میرید. این عمر طولانی نیست عمر ما. فرعونا کجا شد؟ نمرود کجا شد؟ ابوجهل کجا شد؟ همه اینا رفتن زیر پرده خاک، زیر خاک رفتن. ما هم میریم، ما هم پیشگاه الله میریم. امروز دین خار نکنید. شما خودتا نوارث محمد صلی الله علیه و سلم قرار میده. شما محمد گفته امروز از روی دین محمد امروز شما را حرمت احترام میکنن و شما دین محمد پیش میبرید و محمد صلی الله علیه و سلم چشم شار به سوی شما است که شما دین من رواج میده. نه که معلسف امروز دین خدا و رسول چیکار کرده پایمال داره. امروز من از همه شما میگم مردم تاجیکستان دفاع از فرزنداتان کنید، دفاع از دینتان کنید، دفاع از ملت کنید. ما ملت سربلند بودیم. چرا ما امروز به اروپا میبینیم سطر آدمی سطر کن سطر میکنه، آدمی که ریش میخواه ریش میمونه، آدمی که مسجد نماز میخواه نمازخانه مسجد میروه. امروز در تاجیکستان ما معلسف این سخنها، این سطر حجاب چی محکم جناب عالی میگه که من ناموس من نمیبردارد. آغیز آغیسیان خداوند در قرآن گفت است که قل ازواجک به زنات بگو به محمد صلی الله علیه و سلم و بناتک به دخترات بگو، به تمام زنهای مؤمنین بگو که از بالای سرشان روی مال پرتاید و پیشی بری او را شوهرش بینه، روی موی سری او را برای شوهرش حلال است، نه برای مردم بیگانه. آخه چگونه شما مسلمان هستید؟ نیکی برادرای عزیز گرامی، مردم تاجیکستان، مردم سربلند تاجیکستان، مردم با ناموس تاجیکستان، امروز ناموستان نگیران کنید. امروز ناموستان خزانت که امروز عین ناموس است. امروز ما هلاک شده سادیم، ما مرده سادیم. از خاطر چی است؟ از خاطر ای است که امروز شما پروا ندارید. شما پروای فرزندتان ندارید. پروای امروز زن مرد رو به خارجه و به روسیه کرده است. آخه اگر که حکومتدارای ما ناموس می‌داشتن میگفتن که چرا امروز در تمام جا ما را طعنه میکنن که بس ما در همیجا صاحبکارا را جای کار بتیم که صاحبکارا میتونن هزارها صاحبکار میکنن که صدها آدم ها را آری مگجا شید. مگزینای آری مده هزار آدم ها کار میکردن. در کارخانه زنگ سعید هزارها آدم ها کار میکردن. گیجا شدن همینا را برای چی محکم کرده؟ وقتی که شما نمیتونه ما نخیمو صاحبکارا کار پیش ببرن. شما جو نکنید به صاحبکارا، به ملت تاجیک جو نکنید. ملت تاجیک امروز خسته شده از شما. بله. استاد سلیمان، شما خواهش میکنید. استاد سلیمان، شما به عنوان یک تاجر، ما میبینیم که در کشورهای مختلف، مثلا در ترکیه، در امارات، در تایلند، در کشورهای فراوانی که وجود داره، خاصا کشورهایی که در حال توسعه هستند، سعی میکنن که همیشه سرمایه گذاری خارجی رو جذب بکنن. مثلا اعلان میکنن که ما برای کسانی که بخوان بیان در کشور ما سرمایه گذاری بکنن فلان تسهیلات رو برای اینا قائل میشیم، مشکلاتشون رو حل میکنیم، مالیات کم میگیریم، تا این سرمایه گذاری ها سبب رشد اقتصاد این کشورها بشه. و حتی به تاجران محلی
به صاحبکارهای محلی در کشورهای مختلف میبینیم که حکومت‌ها ممیزات خاصی رو برای اونا قائل میشن، اونا رو از بعضی از مالیات‌های دولتی معاف میکنن تا که رشد تجارت و رشد اقتصادی یک کشور سبب بهبودی وضعیت زندگی ملت بشه. چرا در تاجیکستان دارن با این مسائل مبارزه میکنن؟ یعنی اگر اینا عاقلانه فکر بکنن، تاجران امثال شما چرا پولهای خود و سرمایه خودشون رو بردارن برن در یک کشور دیگه برای بیگانه خدمت بکنن؟ چرا همین خدمت رو برای خلق تاجیک انجام ندند؟ این حکومت نمیخواهد که مردم تاجیکستان باشه و مردم تاجیکستان صاحبکار شود. مردم تاجیکستان میخواهد همیشه از شهر به شهر باشد، همیشه در خارج کار کنند. من وقتی که در این شهرها میبینم تمام ملت در زیر دست اینها کار میکند و حتی اگر تاجرایی که تاجرمندایی که پول و مال دارند در این زیر حرمت از زیر حرمت احترام قرار دارند، حتی نلوک تبوس پار کار و بار تدیدن که در تاجیکستان ما معلصت این نیست. مردم به سواد کرده سودیان، مردم به سواد شده سود است. امروز مردم تاجیکستان به سواد شده. حتی جوانای تاجیک مکتب صنف 11 را تمام میکنند، رو بررسی هم میارند. حتی مردم تاجیک امروز در سمایلات با یگام شهری روسیه و از یگام جو پرواز میکنند، حتی همون میگراسیونی که ورقه‌ای که برای قید ماندن نوشتن نمیتونند. این از روی بی‌سوادی است. برای چی امروز حکومت تاجیکستان تاجرها را نمیماند که کار کند؟ برای که امروز حکومت جوانا بای نشود. اگر که امروز تاجرها را دستگیری میکرد این حکومت تاجرها را امروز جای کارشان امروز از دست اونها نمیگیرید، شاید هزار میلیون تاجیک امروز رو بررسی نمی آوردن، زیر دست یعنی تاجرها کار میکردن. هزارها صاحبکارایی بودن که زوادها میتونن کار کنند، نه که معلصف از این حکومت ترسان هستند، نمیخوان که دیگر در تاجیکستان این تجارتاشون چیکار کنن پیش ببرند. امروز ترک کردن شهر تاجیکستان، در هر شهر باشند تجارت خود پیش میبرند. تشکر از شما. تشکر جناب استاد سلیمان دولتوف، یکی از تاجران ملی تاجیکستان که فعلا در هجرت به سر میبرند. امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی روزی رو بیاره که شما رو در دوشنبه سربلند و در حالت خدمت به خلق شریف تاجیکستان ببینیم. تشکر از تماس شما. امیدوار هستم استاد عزیز، امیدوار هستم از پروردگارم که ان شاء الله امیدوار هستم تاجیکستان ما آباد میشه، ملت تاجیک ما سربلند میشه. امیدوار هستم از خدا و از شما تشکری میکنم که در این برنامه من تونستم که با شما زنگ بزنم و درد دل خدا برای مردم تاجیکستان بگم. مردم تاجیکستان خداوند همه شما را نگه دارد. این عزیزایی که در تاجیکستان هستند اینا را حرمت احترام قرار بده، مانند ایشان نوردین حاجی میرزا، که زیرا که اینها را بسیار تهمت‌هایی کردند، همه این دروغ است. از شما خواهشمند هستیم که فقط با همت باشید، با غیرت باشید. امروز اگر شما ترس بگیرید عمر شما طولانی نمی‌شود. امروز اگر با غیرت باشید عمر شما طولانی نمی‌شود. هر وقتی که الله بخواهد جان شما را میگیرد، هر وقتی که پروردگار وقت و ساعت شما را اگر که یار دیگر پیش مرگ هیچ گرفتن نمیتونه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد انصاری و دیگر برادرای فارس‌نماد، خداوند همه شما را نگه بداره. سلامت باشید. تشکر از شما برادر بزرگوار.